سلام رفقا، خوش اومدید به گیم پلی من از بازی Age of Civilization. رفقا قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و زنگوله رو هم روی آل بذارید. این بازی اینطوریه که شما یک کشور و یک دوره رو انتخاب میکنید و رهبری اون کشور رو به عهده میگیرید. دوره‌های زمانی مختلفی توی این بازی مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و حال حاضر وجود داره. شما میتونید کشورتون رو به ابرقدرت تبدیل کنید. دو روش برای ابرقدرت کردن است. روش اول فتح کشورهای دیگه و روش دوم قوی کردن اقتصاد و صنعت کشور خود. روش اول بیشتر حال میده، پس روش اول رو توی این بازی امتحان میکنیم. خب من ایران رو به عنوان کشور خودم انتخاب کردم و هدف ما توی پارت 1 فتح کشورهای خاورمیانه است. خب من تنظیمات رو یه جوری کردم که کشور ایران به 3 قسمت تقسیم شده. شما خودتون میتونید کاری کنید که همه شهرها توی همه کشورها نشون داده بشه. توی این بخش از بازی شما میتونید تکنولوژی کشورتون رو روی بخش‌های مختلف متمرکز کنید. وقتی که یک بازی جدید رو شروع میکنیم باید پول جمع کنیم، پس نیازی به ارتش نداریم، پس ارتش رو از هم میپاشونیم. دکمه نکستورن رو که در پایین صفحه وجود داره میزنیم تا زمان به جلوتر بره. خب حالا که پول زیادی جمع کردیم ارتش میسازیم و آماده میشیم برای حمله به ترکمنستان. خب آقا ما به ترکمنستان حمله میکنیم و اون رو فتح میکنیم. اینجا میتونید با آپشنایی که در اختیار دارید کشور خودتون رو اداره کنید. یادتون باشه که بعد از اینکه هر کشوری رو فتح کردید نیروهایی که توی اون کشور وجود دارن رو پاک کنید، اینکه پولتون هدر نره. بعد از اینکه هر کشوری رو فتح کردید دکمه نکستورن رو بزنید. میبینید که یک پیام تسلیم از طرف اون کشور اومده و شما میتونید با توافق کردن کشورشون رو ازشون بگیرید. بعد از اینکه هر کشوری رو فتح کردید بعد دوباره اونجا رو بسازید وگرنه مردم اونجا ناراضی میشن و مشکلاتی برای شما به وجود میاد. کشور بعدی که میخوایم بگیریم افغانستان. امیدوارم که دوستان افغانستانی ناراحت نشن چون این فقط یه بازیه. دوباره ارتش میسازیم برای حمله کردن به کشور دوم یعنی افغانستان. آقا ما افغانستان رو هم فتح کردیم و کاراش رو هم انجام میدیم. بعد از اینکه شما یک کشوری رو فتح کردید و مردمتون رو به اونجا بفرستید تا قابلیت ارتش ساختن تو اونجا رو داشته باشید. ببینید که تو ترکمنستان الان 20% جمعیت ایرانی هستن. کشور بعدی که می‌خوایم بهش حمله کنیم عراق هستش. به خاطر همین ارتشمون رو دوباره میسازیم. خب ما داریم یک جنگ رو با عراق شروع می‌کنیم. خب عراق هم جزء کشور ایران شد. خب حالا ما 2 تا هدف داریم: فتح ترکیه برای دسترسی به اروپا و فتح اسرائیل برای دسترسی به آفریقا. خب آقا ما ارتشمون رو آماده کردیم و می‌خوایم اول به اسرائیل حمله کنیم چون آسان‌تره. خب ما اسرائیل رو هم گرفتیم. هدف بعدیمون فتح سوریه است تا بتونیم راحت‌تر به ترکیه حمله کنیم و اون رو فتح کنیم. آقا من نظرم عوض شد و میخوام اول به آذربایجان و ارمنستان و گرجستان حمله کنم. طوری فتح ترکیه آسان‌تر میشه. خب آقا ما این منطقه رو هم فتح کردیم. خب یه توضیح بدم. آقا ما وقتی روی نقشه یک کشور میزنیم میتونیم مشخصات اون کشور رو ببینیم. مثلا این ترکیه است، رئیس جمهورش اردوغان، رابطش با ما -13 از 100 و آپشن های دیگه هم دارید. برای مثال التیماتوم و اینکه رابطتون رو باش خوب کنید یا بد کنید یا چیزهای مختلف دیگه. ما میتونید با ترکیه متحد شید که البته ترکیه رابطه خوبی با ما نداره و نمیتونه و میتونید معامله کنید. مثلا یکم طلا بهش بدید و بگید مثلا به بلغارستان حمله کن. خب آقا ما ارتش رو آماده جنگ با سوریه کردیم. خب سوریه هم الان فتح شد. خب آقا عظمت امپراتوری نگاه کنید. یه خبرم هست که روسیه حمله کرده به قزاقستان و اون رو کامل فتح کرد. خب آقا ما ترکیه و بلغارستان رو هم فتح کردیم. خب آقا ما میخوایم به پاکستان هم حمله کنیم. برای فتح یک کشور نیروهای کمتری نیاز داریم ولی من زیاد نیرو آموزش میدم که یهو نوازم و وسط ویدیو زایشم. خب اینم از پاکستان. خب ما ارتش آماده کردیم و به قرقیزستان هم حمله کردیم. از بالا وسعت امپراتوری داشته باشید ناموسن. خب آقا ما آماده حمله به ازبکستان هستیم. خب آقا ما میخوایم به آخرین کشور توی این پارت یعنی عربستان حمله کنیم. یه نفر با همون اعلام جنگ کرد. خب آقا هدف ما فتح عربستانه، پس ما پیشنهاد صلح بهش میدیم. خب آقا اندونزی پیشنهاد صلح ما رو رد کرد. پس ما اینجا یک کاری میکنیم که شما هم میتونید این رو انجام بدید و خیلی به درد میخوره. وقتی یک کشور پیشنهاد صلحتون رو رد کرد و شما نمیخواستید باش بجنگید، میید به کشور همسایه‌اش پول میدید تا بهش حمله کنن. فقط به یک کشور پول ندید تا به کشور حریفتون حمله کنید چون ممکنه اون کشور شکست بخوره و کشور حریفتون قوی‌تر بشه. خب اینجا اندونزی فقط یه همسایه داره، پس ما به بنگلادش هم پول میدیم تا بهش حمله کنه. خب آقا برگردیم به فتح عربستان. تا الان ما خیلی موفق بودیم و شدیم قدرت 4م دنیا و ممکنه که قدرت اولم بشیم بعد فتح عربستان. خب آقا اطلاعات عربستان رو می‌بینید که قدرت 10م دنیاست و با برزیل، هند، فرانسه و مکزیک رابطه دوستانه داره و با سوئد و ایران رابطه بد داره. خب آقا به عربستان حمله می‌کنیم و ببینیم چی میشه. خب ما 2 تا از استاناشو فتح کردیم. بریم حمله کنیم به استانای دیگه‌اش.
یا خدا، یه استانشون رو پس گرفتن. 7000 نیروی جدید دارن و یکم نیرو پرورش بدیم. خب ما یه استان دیگر رو گرفتیم، عربستان هم یه استان دیگر رو گرفت. جنگ سختی شده. یکم دیگه نیرو درست می‌کنیم. تو این پارت خیلی بهتر از هدفی که داشتیم کار کردیم و علاوه بر کشور خاورمیانه کشوری دیگه‌ای هم فتح کردیم. خب به 2 تا استان دیگه حمله کردیم و اونا رو فتح کردیم. حالا فقط یه استان مونده. آقا جنگ با عربستان طولانی شد، به خاطر همین یه ذره شکات زد. خب آقا عظمت امپراتوری رو می‌بینید. هدف پارت دوم بزرگتر شدن از روسیه است. خیلی سخته چون روسیه چین رو هم فتح کرد. آقا این ویدیو هم تموم شد. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید و زنگوله رو هم روی آل بذارید. ویدیوهای بعدی خداحافظ.